اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل ادعوا الذین زعمتم، بگوی پیغمبر علیه السلام ادعوا الذین، آواز بده، طلب کنید در فریادتان، الذین، مکسانی را زعمتم که شما گمان میبره که یا قابل پرستش و بندگی هستند، کسانی را که شما گمان داره که یا اهلیت زیر داره که ما در وقت مشکلات برش آواز بدیم. مثل که آلی یک تعداد علی رضی الله عنه را میگه، نه تنها که آواز میدن و مردم هم تلقین میکنه، نادی علیا مظهر العجایب ینجیک من کل کرب و نائب. این را براتان گفته رئیس که علی رضی الله عنه را فریاد بزنی و در هر حادثه و تکلیف یادتان میرسه. که عجیب است چقدر از اولادش در کربلا شهید میشه، در یادی از ما رسیده نمیتونه، خدا یادی تو میرسه. تعجب است از این که در حماقت بزرگ کدام است که مردم امیالی به می سیستم دعوت میده و مردم میپذیرشه. چقدر جای تأسف است که مردم امیر نمیفهمه. قرآن چی میگه؟ قل، بگوی پیغمبر علیه السلام ادعوا الذین، طلب کنی کسانی را که زعمتم شما گمان داره که لایق پرستش یا آواز دادن است، فریاد برش میکنی، من دونه، غیر از الله متعال. غیر از الله متعال ملک هم شامل میشه، پیغمبر هم شامل میشه، ولی هم شامل میشه، صحابی هم شامل میشه، جن انس کلگی را، هر کسی را که شما گمان داره که لیاقت آواز رسی را داره، فریاد رسی را داره. فلا یملکون کشف الضر عنکم، اختیار خود ندارد دور کردن تکلیف از شما. جبرئیل امین ملک مقرب است، من نزد الله متعال میتونه تکلیف بدون اذن الله از کسی دور کنه از کی را قبول کنه. این گپ الله است، این کلام الله متعال است، از کی را قبول کنیم؟ شما بگوی. الله میگه قل ادعوا الذین، بگوی پیغمبر علیه السلام آواز بده به کسانی که زعمتم شما گمان داره که مشکل ما را با آواز دادن به فلانی رفع میشه، سخی صاحب، فاطمه زهرا، حسین، علی، عیسی علیه السلام، موسی علیه السلام، رسول الله صلی الله علیه وسلم، صحابی، تابعی، تابعی، هر کسی که است آواز بده. لیکن من دونی، بغیر از کی باشه؟ الله متعال باشه. الله بر ما میگه فلا یملکون کشف الضر عنکم، در اختیار نداره دور کردن تکلیف مصیبت عنکم از شما، ولا تحویلا، گردانیدم نمیتونه، از سرم دور کردن نمیتونه، از شما یک دیگه طرفم کچ کردن نمیتونه که شما درگیر نشوید. این سخن کی بود؟ الله متعال. امروز ملت کدام طرف صدا میزنه؟ راستی تا نبگوی. یا آیت قرآن کریم کدام پنهانی داره؟ کدام تاویل داره؟ هیچ چیز نداره. معنای ظاهری حقیقی معناست، هیچ کس نیش تو بالا کرده نمیتونه. کسی باشه ادعا کنه که این آیت دیگه معنا داره. خیر کدام طرف روان هستیم؟ جناب پیر صاحب به مرید صاحب میگه، مرید از پیشش سوال میکنه که من خورات خوفناک است، خفتن از تو میروم، اگر کدام مشکل پیش شود که فقط به ما صدا بزن، به شیخ عبدالقادر جیلانی صدا بزن، در مشکلت میرسه. یک تعداد دوستای ما سری بسیار علما چی داره؟ گمان خیلی نیک داره، لیکن وقتی کتاب او عالمی که سرش گمان نیک داری، او در حق پیری خود نوشته میکنه که در فلان جای مریدی پیر صاحب در حج روان بود، کشتی در حالت غرق شدن شد، سواریای کشتی فریاد کردن که حالا یک مرتبه در یادش آمد که اوه پیر صاحب خو مرا گفته بود که تکلیف برات پیش میشه، برای ما آواز بده. دمیجه آواز داد، پیر صاحب رسید، کشتی را شانه داد، کشتی پس راست شد. مریدی دیگه در هندوستان برش میگه کمی پشتی مرا یک کمی بخور، دامنش بالا میکنه که پشت یک دم زخمی است. برش میگه جناب عالی، جناب شیخ صاحب، تو خونه بیرون برآمده ای، نه تکلیف دیده ای، نه کسی تو را زده، این پشت را اینقدر زیاد زخمی زده است. گفت پشتی گپ نگر. گفت نه که حالا به ما نگوی، ماندنیت نیستم. گفت خیر که نمیمانی، فلانی پیربایی میگنه، دو نفر که از یک پیر
وظیفه گرفته باشه او را پیربایی میگه. فلانی پیرباییت گفت در کجا بود؟ گفت در فلان جای کشتیشان در غرق شدن دود آواز داد و من رسیدم شانه دادم اونجا زخمی شد. اونجا زخمی شد. 70 نفر صحابه با شمول رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در میدان احد. خود پیغمبر حضور داره، دفع نمیتونه مصیبتی که بالای صحابه میایه، مصیبتی که بالای خودی رسول الله میایه دفع میتونه؟ نمیتونه. لیکن پیر صاحب او مولوی صاحب او را قدر لقب بزرگم داده که پرسان نکو، نمیگم. لیکن مردم اینطور یک گمانهای خیلی نیک بالای بعضی کسا داره، خبر نداره که کدام طرف انسان دعوت میده، در کجا آدم میکشانه، در شرک مبتلا میکنه یا به سوی یکتا پرستی الله آدم میبره. قرآن بر ما میگه فلا یملکون کشف الضر عنکم، در اختیار نداره دور کردن تکلیف از شما، ولا تحویلا، نگردانیدن تکلیفه. اولئک الذین، کسی را که شما گمان داره که مصیبت ها را دور میکنه، پیغمبرا را، اولیا را، بزرگا را. الله چی میگه؟ این مردمایی که شما گمان داره که یا تکلیف ها را دور میکنه، این بندگان نیکی الله، شما مردم گرفته غلط تعبیر میکنه یا را غلط پندارها برش پیدا کرده. این مردم ها کدام مردم است؟ اولئک الذین، یا مردمایی است یدعون که خودشان آواز میده بکی به الله متعال، عبادت به الله میکنه، عاجزی به الله میکنه. یبتغون الی ربهم الوسیله، یا طلب میکنه به سوی پروردگار خود ذریعه نزدیکت. تمام روز در جستجو تلاش از دیگه، پس چه قسم به الله خود نزدیک کنه یا عبادت الله را میکنه و تمام روز در جستجو و تلاش عزیزته. ایهم اقربو، تلاششان مسابقهشان دی است که کدامشان خیلی نزدیک به الله میشه. و یرجون رحمته، امید رحمتی کی را داره؟ الله را داره. و یخافون عذابه، و میترسن از عذاب الله، میترسن از عذاب الله. قرآن بر ما میگه اولئک الذین، این مردما یدعون یعبدون، عبادت میکنه. عبادت چی را میگه؟ سه چیزه که در بین بیاره عبادت است. کدام سه چیزه؟ یبتغون، طلب میکنه، الی ربهم، بسوی پروردگار خود، الوسیلت، ذریعه نزدیکت، که ایهم اقرب، کدام از یا به الله خیلی نزدیک شوه، محبوب شوه. تمام روز یاد محبت الله تلاش کرده رایسته. حتی الله محبت میکنه، اوامرش انجام میده، ذرایع نزدیکی را به الله طلب کرده رایستن میرن، محبت الله را قوی میسازه. بعد از او و یرجون رحمته، امید رحمت الله را داره، آرزوهای خدا اعتماد سر الله داره که پورا میشه. و یخافون عذابه، از عذاب الله میترسه. این مفهومی چی بود؟ عبادت. مفهومی چی بود؟ الله خلاصه کرد. کسی را که شما میپنداشته فریاد رسی شماست، مشکل کشای شماست، تمام روز به او صدا میکنه، غلط میکنه، پندارتان غلط است. و مردم ها کسانی هستند که خودشان عابدین است. عبد چی مانا؟ محتاج کامل. خود از یا محتاج کامل به الله متعال. چرا که عبادت سه چیز است. هل ينفع العبد النحير يا وحشتي يا كربتي يا غربة العبد الغريب ما من سبيل للخلاص من مشرق